خب هزیل شوخی در اسلام چی حکم دارد؟ هزیل شوخی و مذاق در اسلام گناه کبیره است. ایاد نبرار انسان اگر کسی مذاق میکنه، کسی من برادر خدا خواهد دیده این ترق شه، این رنگ شه، این فلان شه، این صفت کی میتیه تنده؟ استعیذ بالله ان الله یصورکم فی الارحام کیف یشاء. خدا میگه صورت میبندند شما را در بچه‌دان‌های مادراتو چخیلی که بخواه، خواه زرد، خواه سیاه، خواه کبود، خواه مرد، خواه زن، این در دست خدا. اگر خندی یک کسا هزیل و مذاق کنی لقب مونی. حتی خدا میگه به دیگر لقب نمون، یا دیگر مسخره نکنین. آیت های آیا میگه همون مسخرگی شخص میگه از تند مونده بهتره؟ تو حق نداری. تو انسان دیده چکار کند؟ باید شکر کند. شکر کن انشاءالله خدا خواهد. این قوه دیده روش گناه کبیر است.